سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من سحرم. به کانال آموزش عروسک سازی سحرمید خیلی خوش اومدید. اینجا ما قراره 0 تا 100 عروسک سازی رو به صورت رایگان با همدیگه قدم به قدم پیش ببریم و یاد بگیریم. پس حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و تا انتهای ویدیو همراه هم باشین. قراره که توی این ویدیو ادامه بدن عروسک خنگول رو با هم دیگه کامل کنیم و یاد بگیریم. همونطور که بهتون گفتم توی قسمت قبلی که اگر که ندیدین حتما برگردین توی کانالم و ویدیو قبل رو با دقت ببینید، چون که اونجا روش پیاده سازی الگو و طراحی و زیرسازی سر عروسکمون رو توی قسمت قبلی انجام دادیم. من لینکش هم براتون این بالا میذارم، اگر که ندیدید حتما برید توی کانالم ببینید و بعد بیاید این قسمت دوم رو ادامهش رو ببینید. اگرم که دیدین که هیچی دیگه میریم سراغ آموزشمون. این قسمت قراره که بدنه عروسکمون رو پر کنیم که شامل خود قسمت بدن میشه، بالا تنه بدن، دستای عروسک، پاهای عروسک و در نهایت سرهم کردنش. بدن رو کامل به صورت یک نواخت تا قسمت بالای گردن پر میکنیم. بعد از اون قسمت پاهای عروسک، دستای عروسک رو پر میکنیم. فقط دقت داشته باشین که توی این الگو که به صورت رایگان براتون گذاشتم، لینکش هم همین پایین ویدیو میذارم، اگر که الگوها رو ندارید میتونید از این لینک وارد کانال شید و از الگوها استفاده کنید به صورت رایگان. این الگو قسمت دست و پای عروسکمون به یه صورتیه که قسمت کف دست و کف پای عروسکمون به صورت جداگونه است و قراره با مهره های چوبی به همدیگه متصل بشن و تقریبا همون حالت مفصل طور داشته باشن که بتونیم از این قسمت ها حرکتشون بدیم و تکون بدیم. این کار باعث میشه که عروسکتون یه چیز متفاوت‌تر و خیلی خاص‌تر بشه. اگرم دوست نداشتید مثل این کار مفصل داشته باشه، خیلی راحت میتونید الگوتون رو متصل کنید قسمت کف دست و کف پای عروسکتون رو و به صورت در واقع کامل بدنش رو آماده کنید. قسمت هایی رو که باز میمونه با دستمون دوخت میزنیم. فقط کافیه که قسمت بیرونی کف دستمون رو که از اون قسمتی که ما علیا پر کردیم به سمت داخلی کوچولو هول بدیم و اون لبه هاش رو بدید به سمت داخل. در نهایت هم روش رو دوخت مخفی میزنیم. به این صورت هر قسمتی رو که باز مونده به همین صورت دوخت میزنیم. اگر که تا اینجای ویدیو براتون حالا یه جایی سوال پیش اومده یا نظری، راهنمایی، ایده‌ای، چیزی داشتید، خوشحال میشم با هم به اشتراک بذارید و اینجا برام کامنت بذارید. همه کامنتاتون رو میخونم، لذت میبرم و اینکه منم خیلی جاها از ایده های شما استفاده میکنم و طبق اونا پیش میبرم کانال و آموزش هایی رو که قراره در آینده براتون اینجا به اشتراک بذارم. پس ممنون میشم که نظراتتون رو حتما برام اینجا کامنت بذارید. قسمت کف پای عروسکمون رو هم به همون صورت که دیدید توی تصویر دوخت میزنیم. تا اینجا همه قسمت ها کاملا به هم دیگه دوخته شده.
برای متصل کردن کف دست به مثلا خود ساق دستمون ما از این مهره‌های چوبی استفاده میکنیم. مهره‌ای که من استفاده میکنم اندازش تقریبا حدود 1.5 سانت میشه. این در واقع معمولا میگن قطر. حالا قطر مثلا 1 سانت تا 2 سانت برای این سایز عروسک به نظر من اندازه است. برای وصل کردن مفصل ما از قسمت رو در واقع روی خود کف پای عروسکمون همون جایی که دوخت زدیم مهرمون رو رد میکنیم از قسمت روی پارچه. از هر گوشه یه کوچولو پارچه رو جمع میکنیم، دوخت میزنیم، بعد از همون نقطه دوباره سوزنمون رو برمیگردونیم و از سوی مهره از اون سمت دوباره در میریم. خیلی چیز خاصی نداره، خیلی راحته، اصلا زیاد نگرانش نباشید. فقط کافیه که یکی دو بار این تیکه رو ببینید با دقت تا کاملا متوجه بشید من دقیقا دارم چه کار میکنم. از یه سمت پارچه که من رد میکنم با فاصله سوزنم رو میکشم، از داخل مهره رد میکنم به اون سمت و دوباره از همون سمت یه دوخت رفت و برگشت میرم و دوباره سوزنم رو از داخل مهره برمیگردونم. به همین سادگی و روانی. انقدری باید این کار رو تکرار کنید که همه اون قسمت پارچه‌تون جمع بشه داخل سوراخ‌های مهره و در واقع اون مهره‌ای که اون قسمت شما دوخت زدید متصل کردید خیلی کم دید داشته باشه، خیلی تو چشم نباشه و کاملا پارچه روی اون قسمت روکش شده باشه. به همین سادگی و روانی. حالا اگر که خیلی گنگ بود واسهتون اینجا حتما دوباره بپرسید تا جایی که بتونم دوباره بیشتر بهتون توضیح میدم و مسئله رو باز میکنم. برای متصل کردن دست و پای عروسکمونم به قسمت بدن که فقط کافیه که شما از قسمت داخل رون پا سوزنتون رو ببرید داخل، از قسمت بیرون دکمه‌تون رو رد کنید، دوباره برگردید به سمت داخل ران پا. بعدم که از بدن رد میکنید دوباره همین مرحله رو این سمت عروسکمون تکرار میکنید. دو سه بار این روند رو شما تکرار کنید به خاطر اینکه تمام اون دوختتون کاملا محکم باشه و به زودی دست و پای عروسکتون از همدیگه جدا نشه. خیلی مهمه که دوختتون رو چندین و چند مرتبه تکرار کنید و حتما از یه نخ با ضخامت بالا، نخی خیلی مقاومه برای دوختش استفاده کنید، یا اگرم از نخ ساده استفاده میکنید بهتره نختون رو چند لا در نظر بگیرید که مقاومت کافی رو داشته باشه. نوبت میرسه به وصل کردن دستای عروسک. دوباره از قسمت داخل سوزنمون رو رد میکنیم، دکمه رو داخلش میاریم، رد میکنیم، دوباره برمیگردیم به سمت داخل بازوی دستای عروسک. اینجا من نخمو یه گره میزنم که کاملا خیالم راحت بشه، دوختش محکمه. بعدم که از توی بدن عروسک رد میکنیم و اون سمت رو هم به همون روش منتها قرینه دوخت میزنیم. فقط دقت داشته باشید برای این مدل عروسک هایی که دستاشون انگشتای جدایی دارن و یه شست جداگونه دارن باید خیلی دقت کنید که انگشتای شستتون حتما به سمت داخل باشه، دقیقا مثل دستای خودمون. جای انگشت شستمون کجاست؟ اینم برای عروسک باید اون قسمت باشه. این یه نکته که خیلی باید دقت کنید چون خیلی دیدم که سر این داستان مشکل دارن و این قسمت رو اشتباه میکنن، دیگه مجبورن دوباره این دوخته رو همه رو بشکافن و از دوباره دسته عروسک رو متصل کنن. دیدید که ما چقدر پا رو محکم کاملا دوختیم، خیالمون راحت شد که دوختمون خیلی سفت و محکمه.
دستای عروسک نیازه که محکم باشه، ولی مثل پای عروسک نه، چون که قرار نیست روی قسمت دستاش هم ایستایی داشته باشه و خیلی محکم باشه. یه چیز نرمال بتوزید که فقط بتونه جای خودش بیسته و به این راحتی کنده نشه. چون اگر خیلی هم این نخه این قسمت بالا تنتون رو بکشید باعث میشه که فرم بدن عروسکتون عوض بشه. پس خیلی دقت کنید. برای متصل کردن سر عروسکمون به بدنش از یک سوزن سایز بزرگتر استفاده کنید و سوزنتون رو از قسمت بالای سر عروسک میارید به سمت گردنش. از اون سوراخی که ما ایجاد کرده بودیم از اون قسمت رد میکنیم، یه دور از گردن خود بدن عروسکمون رد میکنیم و دوباره از گردن میریم به قسمت کف سر عروسکمون. این شد یه دوخت کامل. برای اینکه محکم تر بشه 2 بار یا 3 بار این دوختتون رو تکرار کنید. از همون قسمت بالای کف سر شروع کنید، بیاید به سمت حفره‌ای که توی گردن ایجاد شده، از گردن رد شید و دوباره برگردید به سمت بالای کف سر. بعد از اینکه دوختتون رو انجام دادید با کمک انبر، پنس یا مثلا قیچی یه چیز و محکم گردن عروسکتون رو فرو ببرید توی خود اون حفره‌ای که خالی گذاشته بودید و با فشار دست اینو کاملا سفت و محکمش کنید، مرتبش کنید. بعدم انتهای نختون رو از قسمت بالای سرتون محکم گرفت. چون ما دوخت زیرساز عروسکمون رو خیلی از رو انجام داده بودیم در واقع و یه سری برجستگی‌ها و گودی‌ها توی قسمت کف سرش نمایان شد که برای اینکه اینا رو ما بتونیم بپوشونیم من از الیاف استفاده کردم. با کمک سوزن کشه این گودی‌ها رو همه رو برطرف کردم و سر عروسکم رو کاملا گرد و یک نواخت در نظر گرفتم. اگر که این کارم انجام ندید هیچ موردی نداره، دیده نمیشه چون که قرار کف سر عروسکمون با مو پوشیده بشه، ولی برای تمیزی کار من همه این کارا رو انجام میدم. به شما هم یاد میدم که بتونید خیلی راحت یه عروسک خیلی خوشگل و یه بدن خیلی تمیز داشته باشید. بعد از اینکه همه اون برجستگی ها پر کردیم از همون پارچه یه روکشی که استفاده کرده بودیم برای قسمت سرش هم یه تیکه پارچه ما در نظر میگیریم و به این صورتی که دیدید روی سر عروسک من قرار میدم، یه کوچولو لبه هاش رو تا میکنم و شروع میکنم به دوخت مخفی زدن. خب این دوخت رو من از گوش تا گوش عروسکمون ادامه دادم و به این صورت که میبینید ببینید چقدر تمیز و خوشگل شد. اصلا اون زیرسازا معلوم نیست و یه دوخت خیلی تمیزی ایجاد شده. قسمت پشت رو هم اینجا چون من یکم پارچم زیاد بود دیگه مجبور شدم اینجوری برش بزنم و قسمت پشتش رو وصل کنم. تیکای اضافهش رو قیچی میکنم و شروع میکنیم به دوخت زدن. حتما باید قبل از دوخت زدن تیکای پارچتون رو کاملا بکشید
که اون قسمت سرش صاف باشه و هیچ کسی نداشته باشه. خب به این صورت پشتش هم کاملا من دوخت مخفی انجام دادم و انتهای پایینیش رو هم دوباره متصل کردم به قسمت کف سر عروسک. خب اینجا هم که هنوز چون مو نداره من ذره خوشگلش کردم که بتونم باهاش عکس خوشگل بگیرم و شما هم زیبایی کار رو ببینید. خب اینم از ویدیوی امروزمون. امیدوارم که شما هم این بدن عروسک خنگور رو درست کنید و بعد از اینکه کامل شد عکساتون رو برای من حتما ارسال کنید که منم ببینم و انرژی داشته باشم برای ویدیوهای بعدی. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. مثل همیشه دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی.